بین همه قاتلای سریالی که میشناسم برای من جفری دامر ترسناکترین و عجیبترین اوناست. اون کارهای خیلی ترسناکی با قربانی‌هاش میکرد. بعد اینکه اونا رو میکشت با جسدشون رابطه جنسی برقرار میکرد. اعضای بدن اونا رو در میآورد. بعضی از اونا رو میخورد و بعضی‌هاش هم برای خودش نگه می‌داشت. وقتی جفری دامر رو دستگیر کردن تو آپارتمانش 4 سر بریده انسان، 7 تا جمجمه و یه بشکه 215 لیتری بود که داخلش اسید بود و 3 نیم تنه انسان داشت توی اسید توش حل میشد. اگه میخوای راجع به جفری دامر بیشتر بدونی حتما تو ادامه همراه باش. جفری دامر بین سالهای 1978 تا 1991 17 نفر رو به قتل رسوند. قربانی‌های اون تماماً مرد بودن به خاطر اینکه اون همجنسگرا بود و قربانیاشو از بین مردهای همجنسگرایی انتخاب میکرد که یا بی خانمان بودن یا خانواده‌ای نداشتن و کسی زیاد نگران اونا نمیشد. جفری دامر تو سال 1960 توی شهر میلواکی توی خانواده کاملا معمولی به دنیا آمد. دوران بچگیش تقریبا خوب بود و شاد میگذشت، با اینکه یک سری مشکلات تو خانوادهشون بود، یک سری درگیری بین پدر و مادرش و مادرش هم افسردگی داشت، ولی تا 4 سالگیشون یک کودک خیلی شادی بود. تا اینکه اون موقع یه عمل جراحی انجام میده که پدرش میگفت خیلی تو روحیش تاثیر داشت و خیلی ترسیده بوده و برادرش هم به دنیا میاد و جفری از کانون توجهات خارج میشه. همون موقع مشکلات خانوادگیشون هم زیاد میشه. پدرش یه معشوقه دیگه پیدا کرده بود و با اون کلا توی هتل زندگی میکرده. تو دوران دبیرستان جفری پسر کاملا منزوی بود، هیچ دوستی نداشت و با هیچ کس ارتباط نمیگرفت، ولی همه اونو تو مدرسه یه پسر خیلی مؤدب با نمره‌های متوسط میشناختن. تنها چیزی که جفری دامر تو بچگی بهش علاقه داشت تشریح حیوانات مرده بود. اون میدید که پدرش فسیل و مجسمه یه سری حیوانات رو توی خونه نگه میداره و یه جورایی از این قضیه خوشش اومده بود. حیوانات مرده رو با پدرش از اطراف خونه پیدا میکردن و اونها رو تشریح میکردن. پدرش خیلی خوشحال بود که اون بالاخره به یه چیزی علاقه نشون داده و به این کارش بها میداد و اون موقع نمیدونست که دقیقاً داره با این کودک چه کاری انجام میده. پدرش بعداً گفته بود دیده بوده که یک سری کارهای عجیب غریبی با اندام این حیوانات میکرده که انگار لذت خیلی زیادی از این کار میبرده، ولی توجهی بهش نکرده بوده و خودش گفته بچه‌ست دیگه، هر کاری میتونه بکنه. جفری توی 14-15 سالگی متوجه شده بود که همجنسگرا هستش و تمایلی به دخترها نداره. از همون موقع هم مصرف الکل خیلی شدیدی رو شروع کرده بود و به الکل کاملا اعتیاد پیدا کرد. پدرش که دیگه توی خونه نبود و مادرش هم تصمیم گرفت با برادر کوچیکترش از خونه بره و اونا جفری رو توی خونه تنها گذاشتن بدون اینکه به پدرش اطلاع بدن. و دقیقاً این دوران سیاه زندگی جفری بود و همه چی از اینجا شروع شد. اعتیاد شدیدش به الکل و زندگی بی‌بندوباری که داشت باعث شد اتفاقات زیادی توی اون مدت که تنها بود توی خونه براش بیفته. یه بار که بیرون رفته بود و با ماشین داشت میگشت، یه جوونی رو کنار جاده میبینه که لباس هم تنش نبوده و خیلی از اون پسر خوشش میاد. میره بغل باهاش صحبت میکنه. اون پسر میگه که میخواد به یه کنسرت موسیقی بره که همون نزدیک بوده. جفری بهش پیشنهاد میده به خونه اونا بیاد، با هم دیگه بشینن یه الکلی بخورن، یه غذایی بخورن و بعد اونو تا کنسرت ببره. اونا به خونه میرن و بعد از این مدت پسر شروع میکنه راجع به دخترها با جفری صحبت کردن و جفری میفهمه که به هدفش نمیرسه و گرایشاتش فرق میکنه اون طرف، ولی باز میخواد شانسش رو امتحان کنه. به اون شخص نزدیک میشه، اون شخص ممانعت میکنه و یه جوری میترسه، میخواد از اونجا بره و جفری از این قضیه خیلی عصبانی میشه. خیلی از این میترسیده که تنهاش بذارن و این ترک شدن رو دوست نداشته. به خاطر همین به سمت اون شخص حمله ور میشه و با یه دمبل 4 کیلویی توی سرش ضربه میزنه. بعد اینکه اون رو میکشه، موقعی که داشته جنازه‌شو با خودش حمل میکرده انگار که غریزه جنسیش تحریک شده بوده و بالای سر جنازه اون شخص خود ارضایی میکنه. بعدش اون رو میبره توی زیرزمین خونهشون، خیلی آروم گوشتش رو از تنش جدا میکنه، گوشت‌ها رو توی اسید حل میکنه، استخون‌های اونم خورد میکنه و توی باغچه خونهشون پخش میکنه. این اولین قتل جفری دامر بود. بعد یه مدت پدرش برمیگرده و میبینه که وضع زندگی جفری خیلی داغونه. پدرش از این قضیه خیلی عصبانی میشه. اولش با هم دعوا میکنن، ولی بعداً واسه اینکه زندگیش درست بشه اون رو توی دانشگاه اوهایو ثبت نام میکنه. یه مدت به خاطر سوء مصرف الکل و نمره‌های ضعیفی که داشته از دانشگاه اخراج میشه. پدرش تصمیم میگیره واسه اینکه یه نظمی به زندگی جفری بده اونو به ارتش بفرسته. اون میره توی ارتش استخدام میشه و توی مکزیک خدمت میکرده، ولی از ارتش هم اخراج میشه
به خاطر رفتار عجیبی که اونجا داشته با یه سری سربازها که گفته بودن جفری می‌خواسته باهاشون رابطه برقرار کنه. حتی یه سری گفتن که جفری اونا رو بیهوش کرده بوده و بهشون تعرض کرده. سوء مصرف الکل هم که گفتیم داشت و هر جوری بود از ارتش اون رو اخراج کردن. پدرشون رو میفرسته فلوریدا تا تنها زندگی کنه و میگه خودت باید مخارج زندگی تو در بیاری. اون توی فروشگاه کار میکرده ولی بعد یه مدت نمیتونه اجارهش رو بده و شبا رو توی ساحل میخوابیده. یه مدت بعدم به پدرش تماس میگیره و به اون التماس میکنه که بذاره به خونه برگرده. به خونه برمیگرده و یه مدت با پدرش داره زندگی میکنه ولی بعداً توی خیابون به خاطر همون سوء مصرف الکل و رفتار عجیبی که داشته دستگیر میشه. پدرش بعد اون تصمیم میگیره جفری رو پیش مادر بزرگش بفرسته. اون تنها کسی بود که جفری یه مقدار رابطش باهاش خوب بود و به مادر بزرگش خیلی احترام میذاشت. پیش مادر بزرگش رفت و تقریبا زندگیش آروم شده بود. مادر بزرگش به کلیسا میرفت، کارهاش رو انجام میداد و اوضاع داشت برای اون تقریبا خوب پیش میرفت. البته زندگی مخفی خودش هم اون موقع داشت. تو سالهای 1985 تقریبا اون به یه سری حمام‌ها میرفت که مخصوص همجنسگراها بود و اونجا خدمات جنسی هم ارائه میدادن. بعد یه سری موردها شکایت شد به صاحب حمام که گفته بودن جفری یه سری افراد اونجا آورده، بیهوششون کرده و باهاشون رابطه جنسی برقرار کرده و صبح هم از اونجا فرار کرده. به خاطر همین عضویت جفری دامر رو لغو کردن. اون خیلی علاقه داشت با کسایی که رابطه جنسی برقرار میکنه اونا کاملا بی حرکت باشن و یه جورایی مرده به نظر برسن. به خاطر همینم بود که اون افراد رو بیهوش میکرد و بعد باهاشون رابطه برقرار میکرد. تو سال 1987 جفری دامر با یه پسر 26 ساله به اسم استیون تومی آشنا میشه. اونو با خودش به هتل میبره، با هم دیگه شب الکل میخورن و دامر توی اعترافاتش میگه بعد از اون چیزی یادش نمیاد تا اینکه صبح بیدار شده و دیده که استیون تومی مرده. قفسه سینه اون به طرز وحشتناکی به تو فرو رفته بوده و جفری خودش گفته بوده که شاید به خاطر ضربات مشت بوده باشه، به خاطر اینکه میخواسته قلبش رو از سینه‌اش بیرون بکشه. اون به طرز فجیحی تومی رو کشته بود. بعد از اون جنازه‌ش رو توی چمدون گذاشت و خیلی ریلکس از هتل خارج کرد و به خونه مادر بزرگش بود. بعدم تو زیرزمین خونه مادر بزرگش قطعش کرد و مثل مورد قبلی گوشت و استخونش رو نابود کرد و از بین برد. بعد از اینکه تومی رو کشت، سر بریده اون رو با خودش نگه داشت و به مدت 2 هفته پیشش بود. اون با سر بریده تومی اعمال جنسی انجام میداد و باهاش خودارضایی میکرد تا اینکه استخون جمجمه‌اش از هم پاشید و مجبور شد اون رو دور بندازه. تو این دوران که دامر توی خونه مادر بزرگش زندگی میکرد 3 تا قتل دیگه هم به همین روش انجام داد. اکثرا سوژه هاشو از توی بار پیدا میکرد و هر بهونه‌ای شده اونا رو به هتل یا اتاقایی میبرد و همین روش ها رو روی اونا انجام میداد. توی سال 1989 اون با یه پسر 26 ساله به اسم آنتونی سیرز آشنا میشه. اون پسر خیلی دوست داشت که مدل مشهوری بشه و سوژه‌ای هستش که دامر استخون جمجمه اون رو تا ابد با خودش نگه داشت، به خاطر اینکه گفته بود خیلی به اون علاقه داشته و واقعا هم رابطه عاشقانه‌ای بین اون و دامر شکل گرفته بود. دامر اولش اصلا نمیخواست که اونو بکشه. یه جورایی زندگیش روی روال برگشته بود، دیگه قتل انجام نمیداد. زندگیش خیلی مرتب شده بود تا وقتی که با آنتونی بود. تا اینکه آنتونی تصمیم گرفته بود برای کارش، برای مدلینگ یه سفری بره و یه مدتی رو از دامر دور باشه. جفری اصلا نمیخواست این اتفاق بیفته و بابت این قضیه خیلی ناراحت بود و اون احساس ترک شدن دوباره داشت بهش برمیگشت. خیلی جلوی خودش رو گرفته بود که آنتونی رو نکشه ولی نتونسته بود جلوی خودش رو بگیره و وقتی آنتونی میخواست ترکش کنه اون رو کشته بود و تا آخر عمرش هم اعضای بدنش یعنی استخون جمجمش و آلت تناسلی آنتونی رو با خودش نگه داشته بود. چند وقت بعد اون یه پسر 13 ساله رو میخواد به بهونه گرفتن عکسای برهنه و $50 پول به خونش ببره. اون پسر متوجه میشه که دامر نقشه‌ای داره و از دستش فرار میکنه و ازش به جرم تعرض جنسی شکایت میکنه. دادگاه اون رو مجرم جنسی درجه 2 تشخیص میده و به 5 سال حبس محکومش میکنه. دامر یه مدت زندان میفته و البته مدت حبسش به 1 سال کاهش پیدا میکنه و تو سال 1990 از زندان خارج میشه. بعد از اونم تو آپارتمان 213 توی خیابون 25 شمالی میلواکی یه خونه‌ای رو میگیره و اونجا زندگی میکنه. بعدش دامر یه پسر 19 ساله به اسم لینزی رو به همون بهونه گرفتن عکس به آپارتمانش میبره. اونو بیهوش میکنه و یه کار خیلی عجیب باهاش انجام میده. دامر میخواسته زامبی خودش رو داشته باشه یه جورایی و میخواسته آدم‌ها رو کنترل بکنه. فکر میکرده اگه اسید به مغزشون تزریق بکنه این اتفاق میافته. جمجمه اونو با دریل سوراخ کرده بوده و
هیدروکلوریدریک اسید به مغزش تزریق کرده بود. بعد یه مدت همون به هوش اومده بوده و سردرد خیلی شدیدی داشته. دامر که دیده بود آزمایشش جواب نداد و اون رو کشته بود و مثل بقیه سوژه ها قطعش کرد. توی سال 1991 اهالی ساختمون به شدت از بوی بدی که از واحد دامر و سر و صداهایی که میومد شکایت داشتن. بارها با پلیس تماس گرفته بودن، ولی جایی که دامر زندگی میکرد یکی اینکه محله‌ای بود که سیاه‌پوست‌ها توی زندگی میکردن و جرم و جنایت هم توش خیلی زیاد بود و پلیس خیلی اهمیتی به بوی بد یا سر و صدا از یه آپارتمان نمیداد و اصلا نمیومدن اونجا سر بزنن که ببینن چه اتفاقی داره میفته. دامر هم مدام به همسایه‌ها میگفت گوشت فاسد شده یا مثلا ماهیایی تو آکواریومش موندن یا بهونه‌های مختلف، ولی همسایه‌ها میدونستن که توی واحد دامر یه خبری هست. سوژه بعدی اون یه پسر 17 ساله به اسم کنراک بود. کنراک برادر همون شخصی بود که دامر به خاطر تعرض بهش دستگیر شده بود، ولی خب نه دامر اون رو شناخته بود نه کنراک میدونست که دامر اون کار رو انجام داده و قبول کرده بود که به خاطر یه مقداری پول به خونش بره تا عکاسی بکنن. دامر اون رو بیهوش کرده بود و دوباره خواسته بود تزریق اسید رو امتحان بکنه. به سر اون اسید تزریق کرده بود و وقتی اون بیهوش بود از خونه بیرون رفته بود تا برای خودش الکل بخره. وقتی دامر برمیگرده میبینه که کنراک به هوش اومده و کاملا برهنه، یه پتویی هم دورش پیچیدن، روی پله‌های دم ساختمون نشسته. پلیس اومده و همسایه‌ها هم اونجا. وقتی که دامر برای خرید رفته بوده کنراک به هوش اومده بوده، از خونه بیرون اومده و از اهالی کمک خواسته. دامر جلو میره و پلیس ها نمیگه که اون 19 سالشه، اول میگه اون 19 سالشه و میگه که ما همجنسگرا هستیم و اون پارتنر من. اون موقع همجنسگرایی یه موضوع خیلی عجیب و غریبی بوده و اصلا جا نیافتاده بوده تو جامعه. پلیس هم سعی میکرده تو این موضوعات خیلی دخالت نکنه چون از این قضايا خیلی خوششون نمیومد. همسایه‌های دامر و اون کنراک همه سیاه‌پوست بودن و دامر تنها شخص سفیدپوست اونجا بود و پلیس‌ها ترجیح میدادن حرف اون رو باور کنن. با این حال به خاطر اصرار همسایه‌ها داخل آپارتمان دامر رو خواستن یه نگاهی بندازن. اونا اونجا رفتن دم در دامر عکس‌های کنراک که ازش گرفته بود بهشون نشون داد و گفتش که این پارتنرمو خیلی مست میکنه، خیلی الکل مصرف میکنه، الانم مست و حالش خیلی خوب نیست. پلیس یه نگاه سطحی هم به آپارتمان دامر میندازه، حتی توی اتاقش هم یه نگاهی میکنه، اتاقی که پشت تختش یک جنازه بوده، ولی اونا متوجه نمیشن و به خاطر همون بوی بدی که توی ساختمون بوده سریع اونجا رو ترک میکنه. چند ساعت بعدم کنراک جونش رو از دست میده و مثل بقیه قربانی‌ها دامر جنازه اون رو هم امها میکنه. توی 22 جولای 1991 دامر توی بار مخصوص همجنسگراها با 3 تا پسر آشنا میشه و به اونا پیشنهاد میده که برای گرفتن عکس‌های برهنه یا نود به خونه اون برن. تریسی 32 ساله این پیشنهاد رو قبول میکنه و با دامر به خونش میره. وقتی میره داخل خونه دامر و وضعیت عجیب و بوی بد خونه اون رو میبینه خیلی بهش مشکوک میشه. دامر یه نوشیدنی به اون میده، ولی اون نگاه میکنه میبینه روی نوشیدنی الکلی کف کرده، خیلی کف زیادی داره و میفهمه یه چیزی قاطی اون نوشیدنی هستش. ادای اینو در میاره که داره نوشیدنی رو میخوره ولی در واقع از اون مصرف نمیکنه. وقتی میخواد از واحد فرار کنه با دامر درگیر میشن و دامر دست و پای اون رو میبنده و روی تخت میذارش و مجبورش میکنه که باهاش فیلم جنگیر رو ببینه. این یکی از اخلاقهای عجیب دامر بوده که اکثرا سوژه‌هاشو قبل اینکه بکشه مجبورشون میکرده باهاش فیلم جنگیر یا جنگ ستارگان رو ببینن. موقع دیدن فیلم تریسی تصمیم میگیره یک راه دیگه‌ای رو امتحان کنه. شروع میکنه نوازش کردن دامر و میخواد اون رو یه جورایی تحریک بکنه و این کار جواب هم میده. همینجوری که داره دامر رو سرگرم میکنه با مشت توی چشش میکوبه و موفق میشه از واحد دامر فرار کنه. توی خیابون داد میزده، کمک میخواسته و چند تا پلیس رو میبینه. میره به اونا و میگه که مرد دیوونه میخواسته اونو بکشه و میخواسته بهش تجاوز بکنه و پلیس ها رو به سمت خونه دامر میبره. وقتی پلیسا در خونه دامر میرن اون تو خونه مونده بوده، خیلی ریلکس در راه میکنه، با پلیسا سلام علیک میکنه و پلیسا میگن که باید خونه رو بگردیم، یه نگاهی بندازیم و کلید دستبند رو هم از تو بگیریم. وقتی اونا وارد خونه میشن متوجه اون بوی بد و اوضاع عجیب خونه میشن. بعدش که داشتن خونه رو میگردن توی یکی از کشوها یکی از پلیس‌ها چند تا عکس پیدا میکنه، عکس هایی که از مردهای برهنه بودن. همینجوری که داشته عکس ها رو دونه دونه نگاه میکرده بین اون عکس ها یک نفر رو میبینه که سرش بریده شده بوده و در حالی که از سرش خون میریخته ازش عکاسی شده. همون لحظه اونا دامر رو روی زمین میخوابونن، دستبند بهش میزنن و دامر رو دستگیر میکنن.
اون تو لحظات دستگیریش فقط یه چیزی میگفته، داد میزده و میگفته من برای این کارها باید بمیرم. بعد از بازرسی از واحدش، توی واحد اون 4 سر بریده انسان، 7 جمجمه، 1 جفت دست، 2 تا قلب، 2 آلت تناسلی، 2 تا اسکلت کامل انسان و 1 بشکه اسید 215 لیتری که 3 نیمتنه انسان توش در حال حل شدن بوده پیدا میکنه. توی سال 1991 دامر بالاخره دستگیر میشه و همون اول هم از حق داشتن وکیل صرف نظر میکنه و میگه که میخواد همه چیزو اعتراف کنه و همه چیزو مو به مو برای پلیس ها تعریف میکنه. روانشناسا میگن دامر وقتی که داشته این کارها رو انجام میداده غریزه جنسیش تحریک میشده و یه جورایی انگار با کشتن و تشریح این انسانها داشته میل جنسی خودش رو هم ارضا میکرده. تو سال 1992 دامر به 15 فقره قتل محکوم میشه و به زندان میفته. توی زندان رفتار دامر به کلی عوض میشه. اون خیلی به دین مسیحیت علاقه پیدا میکنه و حتی تو سال 1994 توی کلیسا غسل تعمید داده میشه و به مسیحیت روی میاره. خیلی زیاد کتاب مقدس رو مطالعه میکرده و رفتارش خیلی عجیب و غریب شده بوده و خیلی با اون دامری که قبلا بود متفاوت شده بوده. تو سال 1995 دامر با 2 نفر به اسم کریستوفر و جسی مسئول نظافت حمام بودن. وقتی که داشتن اونجا رو نظافت میکردن به دلایل نامشخصی نگهبانا اونا رو تنها میذارن و بعد کریستوفر هم جفری دامر هم جسی هر دوی اونا رو به قتل میرسونه. کریستوفر خودش هم اسکیزوفرنی داشته و گفته بود این کار از طرف خدا بهش الهام شده بود و خدا گفته بود بهش که باید جفری دامر رو به قتل برسونه. بالاخره تو سال 1995 داستان جفری دامر تموم میشه و طبق وصیت خودش جنازه اونو میسوزونن و برای همیشه از دنیا محو میشه. داستان زندگی جفری دامر هم همینجا تموم میشه. اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایک کنید. اگه نظر یا انتقادی هم دارین خوشحال میشم اونو توی کامنت ها به من بگید. اگه به موضوعات عجیب و غریبی که توی دنیا و تاریخ انسان ها اتفاق افتاده علاقه داری حتما این چنل رو سابسکرایب